بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ای برادر مسلمانم، تباه شده ای، عمرت برباد شده، وضو کرده ای، خود فریب داده ای، فقط محض تا شده ای، بالا شده ای. در قرآن چی میگه؟ ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن ترتیل بخوانین. خواندن درست قرآن فرض از بالای تو مسلمان. اما این قسمی که ما در تراویح میخوانیم هیچ کدام از این نه مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و است و نه ترتیل است. الترتیل هو التجوید. علما میگن ترتیل چی است؟ تجوید است. تجوید چه قسم خوانده میشه؟ الحمد لله رب العالمین. سبحان الله. و رسول الله صلی الله علیه و در هر آیت توقف میکرد. وقتی که توقف کنی اینجا مدها باید کلش مراعات شود. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برادرکم مقایسه کو قاری تا با قاری، قرائت با قرائت، نماز با نماز، عبادت با عبادت. اگر تو هوش داری و عقل داری، بعد از این معامله و میدان پیش خودت است. ما دیگه دعوت بری تو دیگه دعوت داده نمیتونیم که بیا قطع ما باش. ما میگیم نه، گپای ما را قبول نکنی، گپ وزن کنی در ترازو پرته که با کتاب الله و سنت رسول الله کدام گپ موافق و استوار است. ما کسی را دعوت نمیدیم که پیروی از سخنای ما بکنه. ما میگیم نه، پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله بکن. آن چیزی که قرآن تو را امر میکنه اطیع الله و اطیع الرسول. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز تراویح خود، در نمازهایی که قیام اللیل بود، در اونجا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها و دیگه صحابه روایت میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه عبادت میکرد که خدمهای ازی پوسیده میشد. یعنی 8 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم تراویح خوانده. از رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 رکعت تراویح ثابت است. تا زمان ابوبکر صدیق و دیگه با این مسئله 20 کسی اختلافی هست و بعضی علما این را اجتهاد میکنن و بعضی ها مثلا بعضی روایت میگیرن، لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 رکعت میخواند. هر رکعت نماز به طریقه ای میخواند که حتی صحابه میگفتن که نزدیک بود که از ما سحری قضا شود. اینقدر طویل میگه نماز خوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم. بیادره که مسلمان مشور کو که امروز تو خو خیلی خوش هستی، زود در خانه برگشتی و آفرین ملا صاحبم گفتی که در 10 دقیقه نماز خلاص کردی، ولی روز قیامت باز تو افسوس آرمان بکنی. این طول قیام و طول رکوع و سجده گپا را خو بگذار. به الله قسم به یک سبحان الله گفتنم چی میکنی؟ حسرت میکنی. و روز تغابن است. تغابن روزی که تو حسرت میکنی که کاش که من سبحان الله را چند مرتبه دیگه اضافه میگفتم، ولی مولا صاحب تو را نه سبحان الله گفتن من، نه سبحان ربی العظیم گفتن من، نه سبحان ربی الاعلی گفتن من، نه دعای استفتاح من، نه درود تکمیل کردی و نه دعای آخری قاعده تکمیل کردی. برادر مسلمانم، امروز دشمنی تو کیست؟ اگر واقعیت فکر در کلید باشه میشناسی که دشمن واقعیت کیست.